این گلی تر و تازه از نام اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به تمام اشتراکچیان تقدیم می گردد. دوستان عزیز، از نام کل مردم تاجیکستان، از نام خود همه آنهایی که زحمت کشیده زیر این باران سرد چنین محفل آراستن یک جا تشکر میگویم. به همه اشتراکداران، به همه کارگردان ها و آنهایی که تشکیل نمودند، احسن به شما، احسن، آفرین، آفرین. انا این از جشن نوروز به سردی، به باران، به خنکی نگاه نکرده. منتداری صمیمی خود را بیان میکنم. به شما خوشبختی، سرسبزی آرزو دارم. امسال سال جوانان است. جاویدان باد، جاویدان باد جوانی و جوانان. احسن، آفرین. نوروزتان مبارک باشد.